سوختار در جای اقامت مهاجران، گله راننده ها، مکتبی ویرانه در پنجکن و واکنش ها به مجازات مادر بلاگر تاجیک از ویدیو و موضوعهایی است که امروز در آزادی آنلاین درباره‌شان گپ میزنیم. برنامه را با ویدیوی از روسیه آغاز میکنیم که مهاجران روز 20 ینور فرستادند. مؤلف ویدیو دیرتر به رادیوی آزادی گفت سوختار در یکی از گوشه های شهر سنت پترزبورگ و در وگان هایی که مهاجران میزیستند رخ داده است. در این حادثه تاجیکان آسیب ندیدند. نامعلوم که اون کس مرده نمرده دیتا 18 وگان. ویدیوی دیگر از شهر پنجکن ولایت سوخت دسترسی ما شد از جماعت ماغیان. مؤلفان ویدیو میگن مکتب جماعت در حالت ویرانی است و باید هر چیز زود بازسازی شود. تصویر مکتب را در این ویدیو میبینیم. من این طرفش ناو ساختاسین مردم همه بتون کتی اون ناو چوب لایک سر کردی کاره. در گذشته نیز درباره مکتب‌های ویرانه در گوشه‌های دیگر تاجیکستان گزارش شده است، ولی مقامات میگویند که آنها را با نوبت بازسازی میکنند. یک گزارش رادیوی آزادی درباره از کار رانده شدن شاهده محمد جانوف طبیب تاجیک و مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف سبب بحث درازی در وبسایت رادیوی آزادی شد. شیرزاد حالا در آلمان دانشجو است و با نوارهای انتقادیش درباره ستر و حجاب مشهور است. تحلیلگر در سامانه رادیوی آزادی نوشته است آزادی همین است، یکی تنقید میکند و دیگری تعریف. تنقید خوب است وگرنه پیشروی نمی شود. همه تنقیدگران را افراطی نامیدن امکان ندارد. حکومت باید به تنقیدها تکیه کرده از پی بهتر کردن وضع اقتصاد و اجتماعی دولت و مردم شود. کاربر با نام کولاب گفته است مادر پسر چه گناه داشت؟ بچه الکی سن 18 را گذشته است و اختیار در دست خودش است. نفری که نامش را نگفته است در سامانه رادیو آزادی نوشت نفهمیدم که به کمیته دین و دستگاه اجرایی پرزیدنت و کمیته کار با زنان زنگ زدن هم جنایت بوده است. چندی از کاربران بلاگر تاجیک را تنقید کردند که به جای آموزش از پی ستر و حجاب زنان شده است. کاربر با نام دانشجو میگوید دانشجو به ستر چی کار دارد؟ وظیفه‌اش خواندن است و هر کس باید کار خود را کند. عیب بچه‌اش شده است. مادرش با ستر گشته است، به دیگران چی کار دارد؟ کاربر دیگر بنام هم از بلاگر تاجیک پرسیده است که شیرزاد پس چرا به عربستان سعودی و یا پاکستان و یگان رژیم اسلامی نرفتی؟ در آلمان چی میکنی؟ حقوقدان همه این را فشار روانی نامیده است. و در اینجا ویدیویی را از دوشنبه از پس دروازه اداره بازرسی دولتی اتومبیلی میبینیم که چند راننده به ما فرستادند. یکی از راننده ها شکایت کرد که مسافربری میکنند و ناظران راه ماشین آنها را باز داشته و به ایستگاه جریمه‌ای میآورند که هم مانع کارشان میشود و هم جریمه هنگفت میسپارند. مؤلف میگوید که این وضع باعث نوبت طولانی در اداره بازرسی اتومبیلی پایتخت شده است. شما هم ویدیو و عکس و نظر خود را به ما بفرستید به شماره تلفنی که میبینید و از هر راهی که میخواهید. واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.